خب ببین یه تکنیک خیلی مهم و کاربردی و به درد بخور برای اینکه مطالب تو ذهنت بمونه تکنیک مرور ذهنیه. مرور ذهنی رو هیچ وقت فراموش نکن. مثلا چی؟ الان داری رانندگی میکنی میری به سمت یه جایی، حالا هر جایی که کار داری، شعبه دادگاه، کلاس، دانشگاه یا هر جای دیگه، میتونی مطالب رو با خودت مرور کنی به جای اینکه به چیزهای مختلفی فکر بکنی که ذهنتو درگیر میکنه و ممکنه که اون تمرکز لازم رو برای تمرکز لازم روی مباحث مختلفی که بهش نیاز داری و باید همه رو نزدیک به ذهنت داشته باشی ازت بگیره. سعی کن از مرور ذهنی، حالا موضوعات مختلف بنا به علاقت. البته پیشنهاد من اینه که برو سراغ اون مطالبی که نسبت بهش گارد داری، یعنی اون مطالبی که برات سخت تره، از اونا شروع کن، با اونا رو مرور ذهنی باهاش کار کن. ولی حالا اصلا کاری نداریم، شما فکر کن من یه مبحثی رو انتخاب میکنم که این مبحث ممکنه خیلی اینجور باشه که مورد توجه و علاقه همه هم نباشه. مثلا فکر کن من میخوام الان دارم با مرور ذهنی بکنم چه مطلبی رو مرور کنم، مثلا مفهوم و منطق رو مرور کنم تو فقه دیگه، یه مبحث خیلی آزاردهنده یه مبحثی که شاید خیلی مورد علاقه همه نباشه. ببین میگی غیر ممکنه، فراموش نکن تو آزمون با سوالی مواجه نشی که با آزمون حقوقی مواجه نشی که در مورد مفهوم منطق ازت نپرسن. میگم خب من میخوام اینو مرور کنم، میگم مفهوم منطق. از من سوال آزمون پرسه آیا این جمله، این ماده مفهوم داره یا مفهوم نداره، من باید مفاهیمو مرور کنم که بتونم اونو تشخیص بدم. میگه مفهوم منطق. مفهوم گفتم یا مفهوم موافق بود یا مفهوم مخالف. مفهوم موافق 3 قسم بود، یا این مفهوم موافق از جنس اولویت بود یا مساوات بود یا ادنا. دارم مرور میکنم، نمیخواد حالا موقعی که داری از تکنیک مرور ذهنی استفاده میکنی دقیقاً جزء به جزء مطالب رو با خودت تکرار کنی. اشکالی نداره اگه میتونی تکرار کنی، ولی نیاز قطعی وجود نداره به اینکه حتما دونه دونه بگی حالا مفهوم مساوات تعریفش چی بود. نمیخواد. مفهوم اولویت چی بود؟ نمیخواد حالا اونجوری دقیقاً، چون تو ذهنت هست، داریم مرور میکنیم. میگیم خب مفهوم موافق یعنی 2 تا فعل شکل هم، 2 تا فعل هم جنس. میگیم مفهوم موافق 3 حالت داشت، مفهوم اولویت، مساوات، ادنا. مفهوم مخالف که تو این 3 تا یه دونش بود که آبی بود، 2 تا دیگه قرمز بود، یعنی فقط مفهوم موافقه از جنس اولویت بود که اون ماده مفهوم داشت، اون یکی اون 2 تا دیگه مفهوم نداشت. حالا مفهوم مخالف گفتیم شرط بود، اولی شرط بود که آبی بود، یعنی شرط مفهوم مخالف داره وقتی شرطه. البته استثناء داشت، 2 تا استثناء داشت، گفتیم سالبه به انتفاع موضوع باشه، دلیل منحصره نباشه. در این حالت مفهوم نداشت، یعنی در این حالت قرمز میشد. بعد چی بود؟ بعد از شرط لقب بود، وصف بود، حصر و استثناء بود، غایت بود و بعد عدد بود. حالا بین اینا شرط مفهوم داشت، دیگه چی مفهوم داشت؟ دارم مرور میکنم. حصر و استثناء مفهوم داشت و غایت مفهوم داشت. چیا مفهوم نداشت؟ علل اصول عدد مفهوم نداشت، لقب و وصف مفهوم نداشت. این شد مفهوم. حالا دنیایی میدونم نکات مختلف داشت که من سر کلاس بهتون گفتم و شما هم خیلی خوب مسلطی، ولی تو تکنیک مرور لازم نیست به این شکل، به این دقیقی بری حالا تا ریز نکاتو، کلیتش تو ذهنت باشه، بقیه نکاتش برات تازه میشه. بعد میای این طرف منطق گفتیم صریح بود، غیر صریح بود و اقسامش. منطق از درصد آزمونی بودن کمتری نسبت به مفهوم برخورداره. به همین سادگی میتونی یه مطلبی که خیلی مطلب شاید سخت و پیچیده و روی اعصابیه که شاید بارها و بارها باید هی تکرارش کنی تا یاد بگیری و مرور کنی و مدام 2 بار 3 بار 4 بار که اینو مرور کنی باعث میشه که مسلط بشی و از ذهنت نره و بعد بتونی خیلی خوب تستای اون موضوع رو بزنی و راحت از امتیازش در آزمون برخوردار باشی. روز خوبی داشته باشی.